تا حالا شده نصف شب خسته و خواب‌آلود بری تو رخت خواب ولی مغزت انگار تصمیم گرفته جلسه اضطراری بذاره. اگه فردا اون کارو نتونم انجام بدم چی؟ کاش اون حرفو نمیزدم. اگه فلان چیز خراب شه چی؟ فکرها رژه میرن، استرس بیداد میکنه، گذشته و آینده دست به یکی کردن. و تو فقط یه چیز میخوای، آرامش ذهن. اما چطوری میشه مغز رو از این شلوغی نجات داد؟ توی این ویدیو قراره با 4 تکنیک علمی و ساده ذهنتون مثل یه لپتاپ که هنگ کرده ریستارت کنیم تا از شر استرس، افکار منفی و بیخوابی خلاص شی و یه ذهن آروم، سبک و قوی بسازی. تا آخر ویدیو بمون چون قدم به قدم یه قفل از ذهن باز میشه. قدم اول، ساختن یک ذهن آرام. مهمترین کاری که میتونی برای ذهنت انجام بدی چیه؟ اینه که هیچ کاری نکنی. نه تحلیل، نه پیشبینی، نه فکر اضافه. فقط چند دقیقه در سکوت اجازه بده مغزت نفس بکشه. یا آهنگ آروم بذار، به آسمون نگاه کن، یه لیوان چای بخور. بدون گوشی، بدون حرف، فقط حضور. ذهنت یاد میگیره امنه و خطر تموم شده و از حالت اضطرار وارد حالت زندگی میشه. قدم دوم، تمرکز روی نکات مثبت. مغز مثل یه دوربین حرفه‌ایه. روی هر چی زوم کنی، همونو بزرگتر و واضح‌تر میبینه. اکثر ما ناخودآگاه زوم کردیم روی استرس، ترس و باخت‌ها. اما وقتش لنز رو بچرخونی سمت چیزای روشن. قبل خواب 10 تا نکته مثبت از اون روز رو بنویس. حتی اگه کوچیکن. یه لبخند اتفاقی، یه نسیم خنک یا حتی یه جمله خوب از یه ویدیو. این تمرین باعث میشه مغزت تو تاریکی هم دنبال نور بگرده و این یعنی خوابت، حالت و ذهنیتت بهتر میشه. قدم سوم، مدیتیشن. دگمه خاموش صدای مغز. مدیتیشن یه فیلتر برای نویزهای ذهن. قرار نیست ساعت‌ها تمرین کنی. فقط 5 دقیقه در روز کافیه. حالا یه تکنیک فوق‌العاده قوی یادت میدم که باهاش میتونی در عرض چند دقیقه ذهنتو آروم کنی. با 4 شماره دم بگیر. 7 تا شماره نگهش دار و 8 شماره بازدم. دوباره 4 شماره دم بگیر، 7 شماره نگهش دار و 8 شماره بازدم کن. دوباره و دوباره. عالیه نه؟ امتحانش کن. حتما نتیجهش رو میبینی. وقتی ذهنت پرید سمت فکرها، کاری که باید بکنی اینه. با لبخند آروم برش گردون به لحظه حال. اگه بلد نیستی از کجا شروع کنی، نگران نباش. همین یه تکنیک ساده رو انجامش بده و نتیجهش رو ببین. قدم 4، اتصال به نیروی فراتر. وقتی همه چیز از کنترل خارج میشه، یه راه هست. بگی نمیدونم چرا، ولی میدونم قرار خوب بشه. اسمشو هرچی میخوای بذار. خدا، انرژی، کائنات. مهم اینه که بدونی خیلی از این سختی ها مسیرن، نه مقصد. رشد واقعی معمولاً پشت لحظه‌های تاریک قایم شده. وقتی باور کنی که اتفاقاً معنی دارن، ذهنت آروم میگیره. نه از ترس، بلکه از پذیرش. تجربه. راستش من خودم از همین تکنیکایی که گفتم استفاده میکنم. مثلا تکنیک 4-7-8 رو خیلی دوست دارم. مخصوصا شبها وقتی که استرس یا فشار کاری زیاد میشه، همین که چند دور این تمرین تنفسی رو انجام میدم، حس میکنم مغزم خاموش میشه و آروم میگیره. گاهی وقتا هم وقتی خیلی ناامید و خسته هستم، فقط وصل میشم به این نیروی فراتر. اسمش میخواد هر چی که باشه. اون حس اعتماد باعث میشه مسیر سختی ها رو راحت تر طی کنم. و یه عادت کوچیک دیگه که همیشه کمکم میکنه دیدن نکات مثبته.
هر اتفاقی حتی کوچیک اگه بخوای میتونه یه درس یا یه زیبایی داشته باشه. سعی میکنم هر از گاهی فقط بنشینم و به آسمون نگاه کنم. باور کن همین کار ساده یه آرامش عجیب به آدم میده. کلام آخر. ذهنت اگه ول بشه مثل یه اتاق تاریک شلوغه. ولی با این 4 تکنیک ساده میتونی اون اتاق رو تبدیل کنی به پناهگاه امن. ذهنت سرمایه توه و حالا وقتشه که تبدیلش کنی به قوی ترین همراه زندگی. اگه این تکنیک ها رو امتحان کردی بگو کدوم بیشتر بهت کمک کرد. تو خودت موقع استرس یا بیخوابی چی کار میکنی؟ بیاین تو کامنت ها تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بگذاریم. اگه این ویدیو بهت کمک کرد لایک کن، برای دوستی بفرست که شبها خواب نداره. و اگه دنبال یه ذهن آرومتر، متمرکزتر و خوشحالتری، همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. و اگه دوست داری تو ویدیوهای بعدی تکنیک‌های بیشتری برای کنترل ذهن، خواب راحت و آرامش عمیق یاد بگیری، اینجا بمون. چیزهای فوق‌العاده‌ای در راهه. این فقط شروعشه. ما اینجاییم تا ذهنمون رو از دشمن به بهترین دوست تبدیل کنیم.